3. Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ. شکر بر خدا پدر خدا عیسی. شکر بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح. اول پتروس 1:3 شکر بر خدا پدر خداوندمان عیسی مسیح. Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ. اول پتروس 3:1 شکر بر خدا پدر خداوندمان عیسی مسیح. Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ. 1 Peter 1:3 اول پتروس 1:3 شکر بر خدا پدر آسمانیمان عیسی مسیح. 1 Peter 1:3 Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ. Amen. اول پتروس 1:3 شکر بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح. آمین. اول پتروس 1:3 شکر بر خدا خداوند ما عیسی مسیح. آمین. شکر بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح. اول پتروس 1:3 شکر بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح. آمین. پتروس 3:1 شکر بر خداوند پدر عیسی مسیح. آمین. سلام بچه ها، خوبین؟ بچه ها سوپر هیرو یا قهرمان مورد علاقتون کیه؟ سوپرمن یا شاید سپایدرمن؟ امروز میخوایم با هم سوپر هیرو بشیم. آماده این؟ واو! ووهو! من سوپر گرل قوی هستم و دنیا رو نجات میدم. شوخی میکنم بچه ها، منم خاله پگاه. بچه ها امروز میخوایم راجع به قوی ترین مرد کتاب مقدس یاد بگیریم. این مرد قوی تر از هر سوپر هیرویی بود. ولی اول بریم به خاله مهسا زریبری یه سری بزنیم. سلام خاله مهسا. سلام زریبری. سلام خاله پگاه. سلام بچه‌ها. وای خاله مهسا، دیدی خاله پگاه یه قهرمان شد؟ میشه ما هم یه قهرمان بشیم؟ میشه؟ بله حتما زریبری. آماده ای؟ بله. 1 2 3 من سوپر بری هستم، شما رو نجات میدم. منم سوپر مهسا هستم، دستیار سوپر بری. خاله مهسا ما الان خیلی قوی شدیم، دیگه میتونیم هر کاری بکنیم. من این میجو میتونم تکون بدم. میج برو کنار. نمیشه چرا؟ زریبری ما لباس قهرمانی رو پوشیدیم ولی خداست که ما رو قدرت میده. در کتاب مقدس مردی رو میبینیم که قوی ترین مرد شهرش بود چون خدا اونو انتخاب کرده بود. دوست داری با هم بریم داستانش رو ببینیم؟ بله خاله مهسا. پس بچه ها بلند شیم با هم بریم داستان رو ببینیم. بریم. من دوست داشتم یه جونه به اسپایدرمنی. آماده اید بریم سفر کلام؟ 1 2 3 پاشو بریم دست هم رو بگیریم. 1 2 3 آماده ایم بریم با هم به سفر. خدا حقیقت هست دوستم میداره، کلام او زنده است به من راه و یاد میده. بیا بریم سفر آیات یاد بگیریم، دعا کنیم نزد خدا، دست هم رو بگیریم، دست هم رو بگیریم.
تنها نبود. کلام خدا بیکار نبود. بچه ها باز هم قوم خدا به حرف خدا گوش ندادن. پس خداوند اجازه داد تا فلسطینی ها 40 سال بر اونا حکومت کنن. بعد خدا شخصی به نام شمشون رو برای آزاد کردن قومش انتخاب کرد. فرشته به مادر شمشون قول میده که اون صاحب پسری خواهد شد. شمشون و خانوادش باید 3 تا قول به خدا میدادن. هیچ وقت شراب نخورن، هیچ وقت به یک مرده دست نزنن و شمشون هرگز موهاشو کوتاه نکنه. بچه ها، خدا شمشون رو خیلی قوی کرده بود. اون یه شیر رو کشت و بعدش زنبورها توی بدن اون شیر عسل درست کردن. شمشون بدن شیر رو لمس کرد. اون حتی از اون عسل خورد. شمشون داستان ما عاشق زنی به اسم دلیله شد. فلسطینی ها به دلیل قول پول دادن تا راز قدرت شمشون رو پیدا کنه. دلیله بارها و بارها درباره راز شمشون ازش سوال کرده بود. بالاخره شمشون رازش رو به دلیله گفت. اون گفت من قدرتم تو موهامه و نباید اونا رو کوتاه کنم. بچه ها، یه بار وقتی شمشون خوابیده بود، دلیله از مردی خواست تا موهای اون رو کوتاه کنه. در نتیجه شمشون قدرت خودش رو از دست داد. وقتی فلسطینیا از راه رسیدن، به سادگی شمشون رو دستگیر کردن. اون رو کور کردن، بعد اون رو به زندان انداختن و اون رو مجبور به کار کردن و کشیدن سنگای سنگین کردن. کم کم موهای شمشون بلند شد. فلسطینیا شمشون رو به معبد خودشون بردن تا از خدای الکیشون به خاطر شکست شمشون تشکر کنن. شمشون دعا کرد و از خدا خواست تا برای آخرین بار به اون قدرت ببخشه. شمشون بین 2 ستون ایستاد و به اونها فشار آورد. معبد فرو ریخت و همه فلسطینیا به همراه شمشون کشته شدند. بچه ها، شمشون به قول خودش عمل نکرد، ولی خدا به قولش وفا کرد. وای خاله مهسا، دیدی شمشون چقدر قوی بود؟ من این داستان رو تا حالا نشنیده بودم. بله زریبری، اون خیلی قوی بود، ولی قولی که به خدا داده بود و نگه نداشت و قدرتش رو از دست داد. وای وای وای، بله اون دلیله بدجن چطوری گولش زد؟ وای 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 وای. زریبری، بچه‌ها، خدا هیچ وقت قولی که به ما میده رو نمیشکنه. پس ما هم باید قولی که میدیم وفادار بمونیم، به خدا وفادار بمونیم که از ما بیشتر استفاده کنه. خاله مهسا، بریم یه آهنگ با هم بخونیم؟ بله زریبری. بچه‌ها، شما هم با ما آماده این بریم یه آهنگ بخونیم؟ بلشیم بریم این سرود رو با هم بخونیم. خیلی کیفیده. من میخوام خودم یه بچه بیارم. One by
بچه ها به خدا چه قولی دادین؟ آیا قول دادین بیشتر کلامشو بخونین؟ آیا قول دادین که به حرف مادر پدرتون بیشتر گوش کنین؟ هر قولی که دادین از خدا بخواین بهتون کمک کنه که نگهش دارین. یه آیه خوبی دارم که میتونه به ما کمک کنه. خروج 15:2 خدا قوت و سرود ماست. لا 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 لا. Exodus 15:2 The Lord is my strength and my song. لا 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 لا. کیمیا جان سلام. میتونی این آیه رو بر ما بگی لطفاً؟ بله خاله، سلام بچه ها. خروج 15:2 خدا قوت و سرود ماست. لا 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 لا. آفرین بچه ها، بیاین با هم دعا کنیم. چشامونو ببندیم و دستامونو رو هم میاریم. میخوایم با خدا صحبت کنیم. خداوندا، مرسی که خدایی هستی که هیچ وقت قولهایی که دادی رو نمیشکنی. لطفاً به ما هم کمک کن و به ما قدرت بده که به قولهای تو وفادار بمونیم. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. آمین آمین آمین. بچه ها یادتون نره که هر جایی که هستین میتونین با خدا صحبت کنین و ازش بخواین که بهتون کمک کنه. خدا خیلی خوشحال میشه وقتی صداتون رو میشنوه. تا دفعه بعد، خداحافظ بچه ها. بچه ها آیه های شما برای ما خیلی مهمه، یادتون نره بفرستینا.